بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت همه دوستان نهایت عزیز. امید که جور و صحتمند باشید و لباس و فطرت داشته باشید. با ادامه ویدیوهای دیگر امروز برایتان پیوتی رو تشریح میکنیم که پیوتی یعنی چی. پیوتی یعنی پیپتیک آلسر دیزیز یا زخم معده. چه زمان به وجود میاد وقتی که همه تعادل بین فاکتورهای محافظوی و فاکتورهای تهاجمی از بین رفت. و زمان که پیوتی به وجود میاد یا زخم معده. فاکتورهای محافظوی کدام فاکتورهای تهاجمی این فاکتور کدام هاست؟ یک اسید است، پپسین است، انزایم است، دیگه هم اچ پایلوری است و همچنان دواهای انسیج یامی دواهای مثل دیکلوفیناک و بروفین و دواها کسی را که سبب کاهش پرستاگلاندین میشن. در نتیجه چی میشه؟ پرستاگلاندین که کاهش پیدا کرد یعنی محال تولید نمیشن، بازو چی میشه؟ فاکتورهای محافظوی از بین میره. میبینیم به اینجا لایه شای حجره میده است، همین رنگ آبی که میبینید محات است. اینجا سل ممبران میباشد. در اینجا که محات وقتی که در اثر عوامل تهاجمی از بین رفته شما میبینید سبب زخم معده میشود. خب ما اینجا سر دواهای بس میکنیم که دواهایی که در زخم معده استعمال میشه کدام است. یک، ادویه های خنثی کننده اسید معده است. دوم، ادویه های پوش کننده غشای مخاطی معده است. سومش کم است ادویه هایی که سبب تنقیص اسید معده میشود. که چویس اول در زخم معده است. همه ادویه هایی که سبب تنقیص اسید معده است اینو که چویس انتخاب اول است که یک نهی کننده های پمپ های پروتئین است. امپرازول، ازومپرازول، لنزوپرازول، پنتوپرازول و دیگرش کسب بلاک کننده های آغازه های H2 سمیتیدین، رانیتیدین، فامیتیدین، نازیتیدین نباشد. که ما در این قسمت امروز برایتان نهی کننده های پمپ پروتئینی را یا سودیم پتاسیم پمپ برایشان معرفی میگیریم که برایتان معرفی میگیریم. از جمله که امپرازول است. امپرازول جمله دواهای نهی کننده پمپ هیدروژن پتاسیم پمپ می باشد. تمام دواهای دیگهش که آخر هازول دارد، لنزوپرازول، پنتوپرازول، دارای مکانیزم تاثیر یک نام باشد. یعنی اینا همین چینل های هیدروژن پتاسیم پمپ را نهی می‌کنند، سبب کاهش اسید معده و بهبود معده می باشد. مورد استفاده شون در زخم معده، نفبات معده یک از رژیم های تداوی در تداوی اچ پایلوری می باشد که دوز معمولا به دوزهای 20 یا 40 میلی گرم برای مریض توصیه می شود. از یک پمپ ها را به طور مکمل نهی می کند تا پمپ جدید تولید نشود، اسید تولید نمیشه. از او خاطر 40 میلی گرم روزانه یک دو توصیه می شود. خب این بود ویدیوهای امروز ما. تشکر و تشویق شما سبب بهبود و آموزش بهتر ما می شود. تشکر، زنده باشید.